بود نه لالیگا. اتلتیکو مادرید که در این ورزشگاه 1-0 بعد از پیروزی 5-0 نه و گل برای تیم اتلتیکو مادرید شاید باشه این بار دیگه گل. لوکمن موفق شد دروازه بارسلونا را باز بکنه. خرید جدید آمد. همون اولی فکر میکنم گل بود. 1-0 سود تیم اتلتیکو مادرید. سر صدا و هیجان و خوشحالی برای طرفدارانه هم هست. آفساید هم نیست. میاره به عقب‌تر با آلوارز. جناب بازی به سمت راست تبدیل میکنه. چه اتلتیکویی شده امشب این اتلتیکو. فرصت برای گل دوم گریزمان. اینم از گل دوم برای تیم اتلتیکو مادرید. انصافاً چه اتلتیکو مادریدی شده این اتلتیکوی دیگو سمیونه. دو بر صفر سود تیم اتلتیکو مادرید و شب سخت و شب تلخ. حداقل دقیقه 15 نرسیم بارسا دوبار دروازش باز شده. یک اشتباه از خوان گارسیا خیلی وضعیتش خراب شد. حالا باز هم سمیونه، باز هم فرار، باز هم اتلتیکو. پاس به عقب عالی لوکمان و اینم از گل سوم. 3 نفر 3 گل و دابل و هنرنمایی لوکمان. آره بدو خوشحالی کو دیگو سمیونه که امشب خوب شبی را برای خودت ایجاد کردی. 3-0 سود تیم اتلتیکو مادرید. ستاره‌ای که پیدا شده در این تیم بازیکن لوکمان دابل میکنه. دیگه این نیمه را بردن اتلتیکو مادرید به راحتی با زدن 3 گل. بازم فرار، بازم سمت راست، ارسال عالی بر لوکمان. متوجه باشن آلوارز و گل 4. باور نکردنیست امشب این دیدار. یکمی آلوارز کم بود امشب این بازیکنم کار تمام کرد. دیگو سمیونه باورش نمیشه. 4-0 به سود تیم اتلتیکو مادرید. نتیجه‌ای که واقعا اگه حالا بارسایی از خواب بیدار بشن این نتیجه رو ببینن خوابشون در کل کوتاه. فرمین لوپز، کوبارسی و گل اول بر بارسلونا. گل اول برای تیم هانسی فیلیک. کم کم بوی نزدیک